سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام سایت فرگمنت رو بهتون معرفی کنم. میخوام کوتاه و مختصر بهتون میگم که چه سایتی و چی کار میتونید توش کنید. میتونید داخلش تلگرامتون رو پریمیوم کنید، استارز بخرید و حتی آیدی خرید و فروش کنید. دوستان، با این آموزش شما دیگه لازم نیست که از شخص ثالثی تلگرام پریمیوم بخرید یا استارز بخرید. قطعا خیلی از کانال و سایت ها رو دیدین که داخلش تلگرام پریمیوم یا استارز میفروشن، در حالی که میتونن ظرف چند دقیقه بهتون یاد بدن که خودتون این کار رو انجام بدین. چند صد هزار تومان ازتون بیشتر پول میگیرن و این کار رو واسهتون انجام میدن که به نظرم اصلا کار درستی نیست. بهتره 5 دقیقه وقت بذارید این کلیپ رو ببینید و از این بعد خودتون این کار رو انجام بدین و هزینه اضافی هم نکنید. خب، برای انجام این کار ولیتون کیپر که دیگه همتون دارید. وارد قسمت بروزر میشیم. از این قسمت خب کانکتید رو میزنید بالای صفحه گزینه سمت راستی. خب اینجا من فرگمنت رو دارم از قبل، ولی شما میتونید با گزینه قسمت سرچ پایین که نوشته سرچ اور اینتر آدرس، فرگمنت رو اینجا سرچ کنید. نداشته باشید بالا میاد. بله، بالا اومده. رو گزینه فرگمنت میزنیم. خب از سمت چپ یوزرنیم هستش که میتونید اینجا آیدی خرید و فروش کنید. گزینه بعدی نامبرز، خرید و فروش شماره است. گزینه بعدی استارز که همون خرید و فروش استارز تلگرام که ما به این نیاز داریم الان، و خرید تلگرام پریمیوم. خب گزینه اولی نوشته بای پریمیوم فور یوزر، یعنی خرید برای یک حساب کاربری. گزینه پایین ترش نوشته پروپی فور گیو اوی، یعنی هدیه دادن به شخص دیگه. خب از گزینه بالایی حالا میخوایم تلگرام خودمون رو مثلا پریمیوم کنیم، گزینه بالایی رو میزنیم. گزینه بالایی رو بزنیم، این صفحه برام باز میشه. نوشته 3 ماه، 6 ماه و 1 ساله. قسمت اینتر تلگرام یوزر، آیدی تلگرام خودمون رو وارد میکنیم. من آیدی خودم رو زدم اینجا. خب اکانتم بالا اومده. خب 3 ماهش 1.78 تونه، 6 ماهش 2.37 و 1 سالش 4.30 که با قیمت تونه الان که 450 است، 1 سالش میفته حدود 1.800 اینا. خب گزینه آبی رنگ گیفت تلگرام پریمیوم رو که بزنیم برای خرید این تلگرام پریمیوم، گزینه آبی رنگ رو میزنیم. این گزینه. خب این صفحه برامون باز میشه که نوشته بای گیفت فور، اسم اکانت همون نوشته که اونو بزنیم. حالا من باتریم شارژ نداره نمیتونم خرید کنم. اون گزینه رو بزنیم، تایید میخواد ازتون و خرید میکنید و تمام. حالا از قسمت استارز اینم بهتون نشون میدم که چجوری خرید کنید. هیچ فرقی ندارم با هم دیگه. وارد قسمت استارز میشیم. خب من حالا چون قبلا استارز خریدم اینجا برام هستش هنوز. گزینه آبی رنگ نوشته بای مور استارز، یعنی خرید استارز بیشتر. حالا شاید برای شما یه گزینه دیگه داشته باشه که همون آبی رنگ، اون رو بزنید. این صفحه براتون باز میشه. 3 تا گزینه پیش‌ورز داره واسه تعداد استارزی که میخواید بخرید. 50 استارز، 500 تا و 2.5 تا 2.5 که شما میتونید از قسمت اینتر اماونت فرام 50 تا 1 میلیون داره میگه که تعداد استارزی که میخواید اینجا وارد کنید. از 50 تا 1 میلیون هر عددی بخواید میتونید وارد کنید. حالا من میزنم مثلا 51 استارز. آیدی تلگرام بالا اینتر تلگرام یوزرنیم وارد میکنم. اکانتم بالا اومد باز. خب 51 استارز میشه 1.1 تون که حدودا میفته با تراکنش هاش و اینا کلا کارمزد اینا 50 تومن اینا میفته. خب پایین گزینه آبی رنگ نوشته بای 51 تلگرام استارز، خرید 51 استارز تلگرام. اوکی رو که بزنیم، گزینه آبی رنگ رو که بزنیم، این صفحه برام باز میشه. بای استارز فور، خرید استارز برای این اکانت. اوکی رو میزنیم و از همون تایید میخواد. خب قسمت سند نوشته که 1.1 تون، همون قیمتی که میخوایم استارز رو بخریم، و مقدار کارمزدش که 1.1 تون هستش. خب گزینه آبی رنگ رو به سمت راست که بکشیم،
تراکنشمون تایید میشه. خب اینجا ازم اثر انگشت میخواد، اثر انگشت رو که میزنم دان میشه. خب حالا برای اینکه ببینیم استارزمون خریداری شده یا نه وارد تلگرام میشیم و بهتون نشون میدم. حالا چون چت‌های تلگرام زیاده من ویدیو رو لحظه کات میکنم و از داخل تلگرام بهتون نشون میدم که استارز خرید شده یا نه. خب دوستان همینطور که میبینید تراکنشم موفق بوده و 51 استارز تلگرام واسم ارسال شده و از طریق این استارز میتونم خریدایی که با ستاره انجام میشه رو انجام بدم داخل تلگرام. اگه کامل ویدیو رو دیدین و متوجه شدید لطفا لایک کنید و سوالی هم اگه داشتید کامنت کنید. موفق باشید، روز خوش.